روح‌الله گلمرودов دانشجوی دانشکده اسلامی تاجیکستان برای با ماشین شخصیش به درس آمدن از صف دانشجویان خارج شده است. یک مسئول دانشکده اسلامی تاجیکستان 21 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که این دانشجو روز 5 سپتامبر از جانب ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی در نزد دانشکده بازداشت شده است. ماموران بازرسی دولتی اتومبیلی در این باره سند ترتیب دادند و برای خارج کردن این دانشجو به ماموریت دانشکده پیشنهاد کردند. روح‌الله گلمرودов از اولین دانشجویان است که بر اساس تغییر نوی کدکس قاعده ویرانکنی ماموری که آمدن دانشجویان به درس طریق ماشین را منع می‌کند مجازات می‌شود. بر اساس این کدکس در صورت آشکار شدن چنین حالت دانشجو از صف دانشجویان خارج می‌شود. در مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفتند که این دانشجو از ناحیه وحدت برای به درس به دانشکده اسلامی طریق ماشین آپل استرا آمده است. روح‌الله گلمرودов دانشجوی سال دوم فاکولته فیلولوژی عربی دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه بوده است که به گفته وزارت کارهای داخلی از آغاز سال نو تحصیل و تغییر به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری 3 مرتبه طریق ماشین به درس آمده است. ضمناً وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید روزهای 16 و 19 سپتامبر در پی یک رید مشترک 5 تن از دانشجویان دیگر نیز با چنین اتهام بازداشت شدند. دانشجویانی که طریق ماشین به درس آمدند از دانشگاه‌های گوناگون پایتخت کشور بوده، حالا برای خارج کردن آنها ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی به ماموریت دانشگاه‌ها مکتوب ارسال کردند.